سلام و درود بی پایان خدمت میرسونم به کل هموطنان تماشاگران کانال دوشنبه HD. البته برنامه نیروی سازنده جوانایی که نیرو دارن میسازن، چطوری که خانم زیبا ادیبه بانو گفتن، ما فخر میکنیم با جوانای نیروی سازنده. آینده ما رو همین جوانا میسازن، همین دخترکای ما میسازن، خواهرکای ما میسازن، سربلند باشن. البته شوخی گفتیم اگه ما هنرمندا همین نیت میکنیم که همه وقت در لبانتون خنده سخرانید باشه و غم و اندوه ایدیتون ادالید باشه. البته در این روز خرسندی آمدی سال نوی میلادی دو تا دانشجو در دوشنبه شهر میخونن. هر دو دانشجو میگه طول 6 ماه یک سال در این دوشنبه شهر میگردیم. روز دیگه یک بار یک دخترا را گرم ندادیم، گفت الان به قول خودمون یک عروس نداریم، بیا دختر گرم میتیم. میگن خب بعد عکفای دختر میشوند چیز میکنن که یک دختره که زمانوی را میبینن، یک دختره که همه در این دوشنبه میشنی میگن که به قول خودمون دختره که میشنی را میبینن، دخترم تا لواکم تا چور کردیم تا رفته سر در کوچه‌های شهر میگن بچه‌ها معدومش میشوند، تا دانشجو معدومش میشوند، تا رفتن میگن دختره که خوشرو ممکنه گپ بتین اون دختر پیشان شون میکنه رفتن میگیره با این دختر بچه میگن بچه ما چی کمی گپ مورا نمیگه با دختر یا بار مورا نگاه کوخی ما هیچ کم نیستیم، یا بار نگاه کوخی مورا که با دختر پیشان میکنن خیر رفتن میگیره بعد بچه قرش میکنه میگه بیست دست واسه بول میکنه راست برای دختر میرم پیش دختر میگه ما هم پدرکان نیستیم قتی مو گپ زد که دختر میگه شما دانشجویی که بچه هر چایرون میشن میگن کجا فهمیدی که ما دانشجویی؟ میگن دختره که شروع نفهمید تا کجا فهمیدی که ما دانشجوییم؟ میگن آخه ایده‌تون بوی رویتون اومده است.